Makamov, Dovud from Tajikistan. بله استقبال بگیریم داوود محکموف رو. داوود محکموف در نزد اکمال افغویف مشق میکند. اصلا مشقهای خود رو این بوکسی تاجیکستان در سنت پترزبورگ روسیه میگذراند و همونجا هم کار و فعالیتش تدریسش آموزشش ادامه می‌یابد و اینجا آمده است که شرف تاجیکستان را حمایت کند و زیر پرچم تواند باز به دور دیگر رود. خوب دیگرانی که اینجا در کانادا از شریلانکا، استرالیا، سینگاپور، تایلند و اندونزیا هستند و دانا کومار ماینالی از کشور نپال که تلفظش همین گونه نپال بود اما ما نپال میگیم، این واخوری را قضاوت میکند. خب به هر نوعی که حالا اینجا دوستان گرامی ما با شما میبینیم خواهیم دید که داوود چگونه مقابلت نشون میده در مقابل این بوکسی عراقی. خب اینجا نمایندگان بوکسی تاجیکستان داوود محکموف با او برار میخوریم در آغاز این مسابقه و از روی قد و بست معلوم شد که داوود کمی هم قدش پستر است ولی اینجا ضربه ها غالب رو معین میکنند. راوند اول خوب از کلین شروع میکنند. طوری گفتم اکمال در مسابقه های داخلی اولو اشتراک نکرده است. از روی اون آمار و معلومات هایی که ما تا این دم گرفتیم و حالا اینجا ببینید اکمال شاگردی اکمال عبداللایف داوود محکموف این لحظه با نکداون حساب میشد، یعنی حساب شده میشد از ضربه سختی که حریف اینجا زد، اما خودش ناراضی بود، از قناعتمند نبود ولی ضربه بود، ضربه نهایت سخت از جانب حسین. و حالا ببینید باز واخوری رو باید برابر کرد برای داوود محکموف. اینجا حالا ضربه اینجا یک ضربه خوبش بسیار هم خوب گذشت از دست راست و هر دو با دست راست نیستن. البته حالا ببینید داوود با دست چپ بیشتر ضربه هایش هست ولی این یک ضربه که حالا حساب شده شد حل کننده خواهد بود در وقتی که جریان این واخوری همین گونه هست. کوشش های داوود با چشم میرسد، باید بله مبارزه بود و باز ضربه های زیاد باید زند تا که این راوند رو به منفعت خود انجام دهد. حالا مربیان هم میگن زیادتر زن زیادتر ضربه هایش باید بیشتر باشند. بله باید سرش رو بالا بردارد. بسیار خوب بود، یک ضربه عالی، باز یک ضربه دیگر بسیار مستحکم. درست باید با شکم ضربه های پای در پای به سر هم زد. خوب راوند اول با این انجام رسیدنی است، چند لحظه دیگر و به انجام هم میرسد. اینجا شاید همون یک ضربه که بسیار تاثیرگذار بود از جانب
کوشش میکند که حریف رو در حالت نوگوار بذارد. پیوسته در هجوم است، این رو خوب میفهمد و ضربه هایش هم بسیار هم سنگین هستند از جانب داوود محکموف. همین گونه باید او ادامه دهد این رقابت رو. بله اینجا از جانب بوکشی ما چیزی نبود و خودش برخورد، گزینه رو گم کرد. حالا دیگر فکر میکنم که علامه چشم بوکشی ایراق رو گرفت داوود و باز یک ضربه دیگری خوب میزند که اینجا و راوند دوم هم در عرصه انجامیابی است. و راوند دوم هم با پایان میرسد. دیگر داوران چی خواهند گفت اینجا؟ قوتش خیلی زیاد است و باید پای در پای چیکار ضربه ها میزند.
و این لحظه های آخرین این مسابقه هست و تمام میشه. خب انتظار میشویم. من فکر میکنم که اینجا بوکسی تاجیک داوود محکموف خیلی خوب هنرنمایی کرد در راوند سوم. حالا یک بار دیگر ببینید. خیلی خوب محافظت کرد داوود. اوید همین گونه چند مرتبه از ضربه‌ای که قاطع بودند توانست که بیرون شود. باقی داوران. خب اینجا ببینید یوسف نعیم حسین ایراقی دست رو بالا می‌برد. all 3 rounds, the judges have rendered their decision. For your winner via split decision in the blue corner. داوود محکموف. آفرین بوکسی تاجیک. آفرین پهلوان تاجیکی چون این هنری خوب نشان دادی از یک وضعیتی نهایت دشوار بیرون شدی. داوود محکموف دست پرور اکمل عبداللهیف که در سنت پترزبورگ روسیه مشق‌های خود را می‌گذراند در اینجا پیروز شد و به دور بازی‌های نیم نهایی برآمد. این معنای چی دارد؟ این معنای اون را دارد که اونجا علاقه یک مدال برنجی برای تاجیکستان خواهد بود و اگر پیروز شد با رقابت‌های من بعد می‌براید با فینال و اونجا هم خواهیم دید. 4-1 است نتیجه این واکوری به نفع و پیروزی داوود محکموف جنبش شد.